سلام، من به نام خدا. من عماد میرابی هستم. در این ویدیو میخوام یک تدریس مختصر و کوتاهی از قانون اول ترمودینامیک داشته باشم و یک مسئله هم در همین رابطه حل میکنم. خیلی خوبه. بریم شروع کنیم. ما میگیم که اصطلاحاً قانون اول ترمودینامیک میشه به این صورت: دلتا یو مساوی با کیو به اضافه W. دلتا یو تغییرات انرژی درونی هست، کیو حرارت و W کار. وقتی فرموله قانون اول ترمودینامیک به این صورت نوشته میشه: قانون اول ترمودینامیک، وقتی فرموله قانون اول ترمودینامیک به این صورت نوشته میشه W مثبت هست وقتی که کار روی سیستم انجام میشه، یعنی کار روی گاز انجام میشه. ما میتونیم در ترمودینامیک خیلی از مواقع فرض کنیم که با یک گاز سر و کار داریم که این گاز در یک سیلندری حبس شده و اینجا هم یک پیستونی داریم که امکان بالا پایین رفتن داره و حجم گاز رو میتونه تغییر بده. بنابراین وقتی در این فرم قانون اول ترمودینامیک وقتی ما اینجا به اضافه نوشتیم، چون دو فرم در رفرنس ها موجوده، دلتا یو مساوی کیو به اضافه W و دلتا یو مساوی کیو منهای W، هر دو فرمش در کتب بعضی رفرنس ها به اضافه نوشتن، بعضی کتب رفرنس منفی نوشته، ولی هر دوش یکی هست. توضیح میدم. وقتی به اضافه نوشته شده یعنی که کار مثبته وقتی که work done on the system، یعنی کار روی گاز انجام شده. اگه گاز رو سیستم در نظر بگیریم و اینجا رو فشار بدیم، کامپرسش کنیم، پس در حالت کامپرشن کار روی سیستم انجام شده. در این حالت میگیم کار مثبته. و برعکس اگر اکسپنشن داشته باشیم، انبساط، کار منفیه. پس اینجا داخل پرانتز باز بنویسم دلتا وی منفیه. پس در حالتی که کار مثبته، کار وقتی مثبته که انقباض داشته باشیم یا کامپرشن داشته باشیم یا کار روی سیستم انجام شود، و W منفی هست وقتی که work done by the gas یا by the gas، این کار توسط گاز انجام بشه. در این حالت اکسپنشن داریم یا میتونیم بگیم انبساط داریم، یعنی گاز پیستون رو میرونه به بالا. پس در این حالت اکسپنشن داریم و دلتا وی مثبت هست. حالا در این حالت اول میتونیم بنویسیم W مساوی با منهای انتگرال پی دی وی، یا میشه نوشت در حالتی که فشار ثابت هست، مثلا فرض کنید این پیستون خوب لوبریکیتد شده باشه، یعنی کاملا روغن کاری شده باشه و به روانی بالا پایین بره. در این صورت فشار گاز فشار هوای اطراف هست. به این ترتیب این گاز تحت فشار ثابت قرار میگیره. فشار ثابت هم که قرار بگیره میشه نوشت W مساوی با منهای پی دی وی. دقت کنید که اگر دلتا وی منفی باشه کار مثبت هست و در این حالت هم کار از این فرموله انتگرال پی دی وی به دست میاد که در حالت فشار ثابت میشه نوشت W مساوی با پی دلتا وی. توجهتون رو به اینجا جلب میکنم که طبیعتاً در هر دو حالت فرمول باید یکی باشه دیگه، نه؟ پس همین منهای انتگرال پی دی وی رو داریم و در حالت فشار ثابت W مساوی با منهای پی دلتا وی هست. همون فرمول بالا هست، هیچ فرقی نمیکنه. ببینید
اگر ما دلتا وی مثبت باشه کار منفی هست. اگر دلتا وی منفی باشه یعنی کامپرشن داریم و کار مثبت هست. خیلی خوب، این یک شیوه نوشتن قانون اول ترمودینامیک هست که در کتب ترمودینامیکی به این صورت نوشته شده، در کتب فیزیکی به این صورت نوشته شده، در کتب شیمی در کتب رفرنس شیمی Q منهای W نوشته شده. یکم اونم بررسی کنیم. اگر بخوایم بگیم که دلتا U مساوی با Q منهای W، میتونیم بگیم که W مثبت هست وقتی که گاز داره کار انجام میده. پس گاز حبس شده در سیلندر هست. یک پیستونی داریم اینجا که میشه این پیستون بالا پایین بره. در این صورت W مثبت وقتی که work done by gas، پس وقتی که کار توسط گاز انجام بشه یا اکسپنشن داشته باشیم، این یک حالتش هست. حالت دیگه هم این هست که بگیم وقتی که ما روی سیستم کار انجام بدیم کار منفی هست. work done on the system on the gas. در این حالت هم چیه؟ دلتا وی منفیه. خب طبیعتاً در این حالت W رو میشه نوشت P انتگرال P دی وی و وقتی که فشار ثابت باشه W مساوی با P دلتا وی به دست میاد که توجهتون رو به این جلب میکنم که علامت دلتا وی و علامت W اینجا یکی هستن. این حالت هم همین هست، علامت دلتا وی و علامت W یکی هستن. در فرآیند فشار ثابت کار توسط این فرمول به دست میاد. در حالت کلی مثل یه انتگرال گیری نیاز هست. ولی در هر دو فرم قانون اول ترمودینامیک اگه ما در نظر بگیریم میشه قانون اول ترمودینامیک رو به صورت کلی فارغ از این که از کدوم فرمول ما استفاده کنیم اینجوری نوشت: دلتا U مساوی با Q منهای انتگرال P دی وی. ببینید در این حالت دوم منها گذاشتیم ولی انتگرال پی دی وی در حالت اول مثبت گذاشتیم منهای انتگرال پی دی وی. بنابراین این فرم جنرال قانون اول ترمودینامیک هست که فرق نمیکنه از کدوم، اون دیگه علامت قراردادی کار هست. خیلی خوب، بریم مثال حل کنیم. یک مخزن داریم اینجا که در داخل این مخزن آب و بخار مخلوطه، در فشار 150 کیلوپاسکال هستیم، داخل یک سیلندر هست و فشار 150 کیلوپاسکال فشار ثابته و اینجا خوب روغن کاری شده، بنابراین این پیستون میتونه به راحتی بالا پایین بره. وقتی کیفیتش 80% یا 8 دهمه، یعنی که 80% جرمیش بخاره. خیلی خوب، چقدر حرارت بدیم تا کیفیتش به 100% برسه؟ کیفیت به 100% برسه یعنی که تماما بخار بشه. چقدر حرارت باید بدیم که این آب و بخار دیگه که 80%ش بخار هست تمامش بخار بشه؟ خیلی خوب، ما از رفرنس کتاب سنجل استفاده کنیم یا با تلفظ ترکی جنگل. کتاب سنجل ویرایش 10 استفاده کنیم. جدول A5 که بر اساس پرشر تیبل هست، این اطلاعات فشار بخار، این اطلاعات بخار اشباع رو به ما میده. ببینید اینجا جدول A5 از این کتاب هست و من میام بر اساس پرشر تیبل نوشته شده، یعنی پرشر تیبل هست که بر اساس فشار مرتب شده. در 150 کیلوپاسکال من میام اطلاعات لازم رو میخونم، این اطلاعات رو نیاز دارم.
اینجا دیگه راجع به انتروپی هست، من اطلاعات انتروپی رو نیاز ندارم. میگه در فشار 150 کیلو پاسکال دمای اشباع 111 و 35 صدم درجه سانتیگراده. وی گس که اینا اسپسیفیک والیوم هست داده شده، اینترنال انرژی درونی داده شده و انتالپی هم داده شده. من اول از همه میرم پس اطلاعات HFG نیاز نبوده ولی نوشتم، HG رو نوشتم، VF و VG رو هم نوشتم. خب ما میدونیم که کیفیت بخار که همون X هست، جرم بخار روی جرم کله، یعنی وقتی میگیم 80% کیفیت بخار هست به این معنی هست که از 1 کیلوگرم مخلوط، مثلا اگه 1 کیلوگرم مخلوط باشه که البته در مسئله 1 متر مکعب داده شده، از 1 کیلوگرم مخلوط 8 دهم کیلوگرمش بخاره، پس M vapor رو M توتال 8 دهمه. ولی V توتال که VF به اضافه VG هست مساوی با 1 متر مکعب داده شده. من VF رو به صورت حاصل ضرب specific volume در جرم می‌نویسم، یعنی specific volume رو در جرمش ضرب میکنم، ml در این به اضافه mv در vg به این صورت. ولی ml و mv با هم رابطه ای دارن. از کجا رابطه دارن؟ چون کیفیت 8 دهمه، mv روی ml به اضافه mv 8 دهمه. من اینجا یه تفضیل در مخرج انجام بدم، mv روی ml 4 دهمه، یعنی 4 برابر جرم لیکوید بخار داریم. این در واقع نسبتشون 20 به 80، لیکوید به ویپر نسبتش 20 به 80، ویپر به لیکوید 80 به 20. mv میشه 4 تا ml و جایگذاری کردیم اینجا ml در این بذاره 4 تا ml در این مساوی 1 ml اینجا به دست میاد. پس جرم لیکویدی که در مخلوط داریم به دست میاد. پس اینجا چون حجم کل رو داده بود 1 متر مکعب، من از اسپسیفیک والیوم کمک گرفتم، اسپسیفیک والیوم ضرب در جرم حجم رو من میداد و به این ترتیب نوشتم. خب m لیکوید که به دست بیاد m ویپرش هم به دست میاد و البته همه اطلاعات مسئله دیگه از اینجا به بعد حل میشه. خب بریم انتالپی اولیه رو حساب کنیم. انتالپی اولیه انتالپی لیکوید هست به اضافه انتالپی بخار، پس MF HF به اضافه MV HG که این عدد رو در هم ضرب کردیم. M لیکوید رو داریم، HF یعنی انتالپی لیکوید در حالت اشباع رو داریم، در هم ضرب میکنیم و M ویپر در HG هم داریم، در هم ضرب میکنیم. HI یا H initial اینجوری به دست اومده. در فاینال استیت حالا چی داریم؟ همش میشه بخار، 100% میشه بخار، چون که گفته که کیفیت به 100% برسه. MV و ML رو با هم جمع کردیم در HG ضرب کردیم که شده 2902 که مشخصا بیشتر از 2400 باید هم بیشتر میشد. حالا این دلتا اچی که محاسبه کردیم به ما کیو رو میده، چون در فشار ثابت حرارت دادیم، فشار 150 کیلو پاسکال ثابت هست، پس این دلتا اچ کیو رو به ما میده. خب طبق قانون اول ترمودینامیک ما داریم دلتا یو مساوی با کیو به اضافه دبلیو. کیو رو به دست آوردیم، دلتا یو هم اگه به دست بیاریم کار هم محاسبه میشه. در هر کدوم از این مراحل چقدر حرارت بدیم؟ بله در قسمت الف همین حرارت رو میخواست، ولی در قسمت ب هم کیو و هم دبلیو رو میخواست. حالا من در هر دو قسمت کیو و دبلیو رو محاسبه کردم. در همین قسمت الف ادامه میدیم و پس کیو اختلاف این دلتا اچ شده که 479.91 شد، محاسبه کردیم. دلتا یو رو هم میریم محاسبه میکنیم. دلتا یو اف
UFG و UG رو از جدول میخونیم. ببینید مثلا در اون جدولی که رفتیم محاسبه کردیم 150 کیلو پاسکال در حالت مایع اشباع 466 و 97 باید باشه. ببینید اینجا اینترنال انرژی هست، انرژی درونی در حالت اشباعی که مرتبط به 150 کیلو پاسکال، انرژی درونی UF انرژی درونی مایع اشباع 466 و 97 466 و 97. UG چنده؟ UG 2519 ممیز 2 دهم 2519 ممیز 2 دهم. خیلی خوب، پس اومدیم اینجا هم MFUF در MV UG محاسبه کردیم که U اینیشیال به دست بیاد و U فاینال و F به اضافه MV در UG محاسبه کردیم، به خاطر اینکه کل مخلوط در حالت بخار اشباع بوده. خیلی خوب، پس از تفریق اینا دلتا یو به دست میاد و با جایگذاری در این فرمول W کار محاسبه میشه. دلتا یو مساوی به Q به اضافه W. دلتا یو 442 ممیز 47 شده، Q 479 ممیز 92 بود. همه اینا بر حسب کیلوژول هست. توجهتون رو اینجا جلب میکنم که واحدها کیلوژول به کیلوگرمه. پس کار شد منهای 37.46. همونطور که گفتیم وقتی کار منفی شده به معنی اکسپنشن هست. در اون سیستم اول که Q به اضافه W نوشته شده، کار وقتی مثبت هست که کامپرشن داشته باشیم و وقتی کار منفی هست به معنی اکسپنشن هست که طبیعی اکسپنشن داریم. یعنی در اینجا ما داریم حرارت میدیم که وقتی شما حرارت بدین و آب و بخار اول بوده همش بخواد بشه بخار، خب معلومه که این مخلوط اکسپند میشه، آباش میشه بخار دیگه. این طبیعی هست که W منفی شده. کار منفی به معنی انبساط هست، یعنی سیستم روی محیط کار انجام داده. خیلی خوب،